سلام دوستان، خوش آمدید. دیگه من کسرم این بعد است. خوش آمدید. دیگه من کسرم امروز اومدم با درآمد 4 تا از یوتیوبرایی که حالا تعداد سابقشون تو یوتیوب بالاتر ایرانی: آریا کوکسر، فرشاد سایلنت، پوتک و سوگنگ. من درآمد اینا بهتون بگم دونه دونه. بریم تو سایت سوشیال بلید و درآمدشون ببینیم چنده. لایک، کامنت، با کانال سابسکرایب نره. خب اولی سوگنگ، بازم میگم لایک، کامنت، با کانال نره. اولی سوگنگه که من گوشیم آوردم که ماشین حساب رو قشنگ بزنیم دیگه دقیقه ببینیم. بعدین بهتون بگم چجوری درآمدشون حساب میشه. این ویو تو ماه اخیره. این در حداقل و حداکثر درآمد ماهیانه است. این حداقل و حداکثر درآمد سالیانه. اینجا پایین‌ترم ویو هر ویدیوشون رو می‌نویسه. خب سوگنگ امروز شد. خب ما میایم اول کمترین و بعد بیشترین و بعد وسط، یعنی دیگه زنده میانگینش هم حساب میکنیم. ماشین ولی کنم نمیکشه ماشین حسابش اومد. خب اول ماهیانه 515 دلار هم که الان 22,000 تومنه تقریبا. ضرب در 22,000 تومن 11 میلیون تومن حد کمترین حالت حقوق پولیه که ماهیانه از یوتیوب میگیره. بیشترین حالت 8,200 ضرب در 22,000 تومان و بیشترین درآمد ماهیانه‌ای که میگیره 186 میلیون تومان. واو، واقعا زیاده، خیلی زیاده، نه کم زیاد نیست. بریم سراغ سالیانه. 6,200 ضرب در 22,000 تومان 136 میلیون کمترین. بعدش 98 در 22,000 2,175 میلیون 800 هزار تومان. 2,175,000. میانگینش هم ماهیانه میانگینش میشه یه جورای هلوشه 3,000 ضرب در 22 66 میلیون میانگین این میشه و میانگین میشه میشه 60,000 ضرب در 22 1,320,000 هم میانگین درآمد درست تایمشه. میانگین درآمد اینور میشه سالیانه میشه. خب من الان به ترتیب حساب از کم به زیاد دارم. تاریکم به تعداد از کم به زیاد دارم میرم. بریم سراغ بعدی که آریا کوکسره. خب آریا کوکسر جانم آنم فکرم درآمد آریا کوکسر کمتره. میگم زیکی مگه میشه؟ مگه داری؟ خب کمترین درآمدی که تو یک ماه داره 3,400 ضرب در 22,000 تومان 74 میلیون کمترین درآمد. بیشترین درآمد 53 و 7
53,700 ضرب در 22 1,181,000,000. اینا ماهیانشه و 40,000. حالا بریم سالیانه هم حساب کنیم. 886 میلیون کمترین حد سالیانه، 886 میلیون بیشترین حد سالیانه هم 14,385,000,000 هم بیشترین حدیه که توی یک سال میگیره و میانگیناشون هم این میانگینش میشه اولوش 30,000,000 660 میلیون و سالیانه هم میانگینش میشه اولوش 400,000 و میشه 8,800,000,000 هم میانگین ماهیانه درآمدی که میگیره. 1399 تا ویدیو داشته، 289 تا سابقه. خیلی من آریو کوکسی رو واقعا همه ویدیوش تقریبا. بعدش میشه پوتک، ولی به خاطر اینکه پوتک درآمدش از همه یوتیوبرایی که الان دارم تو این لیست میگم بیشتره، میریم اول سراغ فرشاد. خب تو درآمدش نمیدونم. خب 2800 ضرب در 56 میلیون کمترین حالت، بیشترین حالت هم که میشه 44 972 میلیون هم 979 میلیون هم بیشترین درآمدیه که توی یک ماه میگیره، یعنی درآمد یک ماهش واقعا درآمدش خیلی. درآمد من خیلی سوال حالا پرسیدیم تو کامنت اخبارات درآمد چقدر. شما برید تو بخش ویو کل اون عدد تقسیم بر 1000 کنید، ضرب در 7500 کنید. درآمد حالا من کل درآمدم در میاد، اون تقسیم بر یک سالی که من دارم کار میکنم اون رو تقسیم بر یک سال کنید. حالا ببینید چند ماه دیگه اون رو تقسیم بر 12 تا اون رو تقسیم بر 12 کنید، ماهیانه اون درآمد اون مبلغ میاد. حالا کمه ولی خب فعلا خوبه تا بریم. سالیانه کمترین حالت خیلی کمه، 728 بیشترین حالت 11,680,000,000 668 میلیون بیشترین حالتی که واسه یک سال میگیره. بریم سراغ پوتک که واقعا درآمدش خیلی بد. خب بریم سراغ پوتک که تو اوکراین. $125 میلیون کمترین درآمدی که توی یک ماه داره. انشالله زیادش کنه خدا. 2,010,000,000 تومان، 2,010,800,000 تومان درآمدیه که توی بیشترین درآمدیه که توی یک ماه. حالا بریم سراغ سالیانش که واقعا چیز بدجوریه. 1,507,000,000 تومان کمترین درآمدی که توی یک سال داره و 244,200,000,000 تومان بیشترین درآمدی که توی یک ماه پوتک جان داره. ولی خب
واقعا حقشه. روز یک ویدیو داره میذاره، دقیقا روز یک ویدیو، یعنی یه روز نشده که 2 تا ویدیو بذاره، یه روز نشده که ویدیو نذاره. میانگینش هم میشه 50,000. 1,200,000 میانگین ماهیانه. میانگین این برم میشه چه اولوش 600,000 در 13 میلیارد و 13 میلیارد و 200. این درآمد 4 تا یوتیوبر پرطرفدارمون بود. اگه خواستین درآمد بقیه یوتیوبرها هم بذارم حتما تو کامنت ها بگین. لایک های ویدیو یه تعداد بیشتر بشه، ویوش هم زیاد باشه، بیشتر از تعداد بشه، حتما ویدیو رو سه دوستاتون بفرستین. پارت 2 هم میذارم، پارت 3 4 5 هم میریم بالا تو یوتیوب و تو آپارات این ویدیو هست. امیدوارم خوشحال